سلام دوست خوبم، امروز میخوام با تو درباره 4 چیزی حرف بزنم که اگر از زندگیت حذفشان کنی، نه فقط خوشحال‌تر میشی، بلکه سربلندتر، آرومتر و از درون قوی‌تر قدم برمیداری. 4 چیزی که مثل زنجیر به پای روحمون بسته شده و وقتی بازشون میکنیم، انگار دوباره متولد میشیم. پس تا آخر این پیام با من بمون و اگر حس خوب گرفتی، خانواده ما رو دنبال کن. چون ما اینجاییم تا با هم رشد کنیم، با هم بهتر بشیم و هر روز نسخه بالاتری از خودمون رو بسازیم. 1. حسرت گذشته را نخور. گذشته مثل یک فیلم قدیمی است. نه میشود آن را دوباره بازی کرد. نه میشود صحنه‌هایش را عوض کرد. گاهی آدم‌ها سالها، فقط سالها، درگیر یک اتفاق میمانند، یک اشتباه، یک انتخاب، یک تصمیم یا حتی یک آدم. اما حقیقت این است، تو امروز همون کسی هستی که از دل تمام اون تجربه ها بیرون آمده. همه سختی ها، همه شکست ها، همه بغض ها، همه آنها تو را قوی تر کردند. چیزی که امروز باید بدانی این است، وقتی حسرت گذشته را میخوری، در واقع داری آینده ات را میسوزانی. پس از همین لحظه، همین جا یک تصمیم بزرگ بگیر، به جای اینکه بگویی کاش. بگو از امروز بهتر میشوم، از امروز هوشیارترم، از امروز قدر لحظاتم را میدانم. و یادت باشد کسی که با گذشته آشتی کند، در آینده معجزه میسازد. 2. حسرت زندگی دیگران را نخور. در دنیای امروز، هر کسی بهترین لحظاتش را میگذارد جلوی چشم دیگران. عکس‌های خوشگل، لبخندی همیشه رویایی، مسافرت‌ها، هدیه‌ها، مهمانی‌ها، اما هیچ کس سختی‌های پشت پرده را پست نمی‌کند. تو فقط بهترین دیگران را می‌بینی، اما با تمام خودت مقایسه‌اش می‌کنی. این یعنی بی‌انصافی در حق خودت. یادت باشد، هیچ زندگی کامل نیست. هیچ آدمی بی مشکل نیست. و هیچ موفقیتی بدون تلاش ساخته نشده. وقتی حسرت زندگی دیگران را می‌خوری، توجهت را از روی توانایی‌های خودت برمی‌داری. اما وقتی روی مسیر خودت تمرکز کنی، معجزه شروع می‌شود. تو دقیقاً همون جایی هستی که باید باشی تا برای آینده ات ساخته شوی. پس به جای حسرت الهام بگیر. به جای مقایسه تمرکز کن. به جای نگاه کردن به دیگران رو به جلو حرکت کن. تو نسخه منحصر به فردی از خلقتی و جهان از تکرار تو بی‌نصیب است. 3. حق دیگران را نخور. دنیا قانون‌های نانوشته دارد. هر چیزی که از دیگران بگیری، یک روز ازت گرفته می شود. هر حقی که ضایع کنی، یک روز در جای دیگری جلوی پایت سبز می شود. این جهان مثل آینه است، کاری که می کنی، دیر یا زود به سمتت برمیگردد. آدم‌های درست شاید آهسته حرکت کنند، اما آرامش و برکت از زندگیشان جدا نمی شود. پس انتخاب کن.